سلام، دکتر اصفهانی هستم. خیلی در خصوص تغذیه در مورد افرادی که تنبلی تخمدان دارن از من سوال میشه. ببینید، یکی از کمبودهای تخمدان اینوزیتوله. اینوزیتول در سبزیجات زیاده. یعنی اگر که کسی تنبلی تخمدان داشته باشه، مصرف سبزیجاتش رو ببره بالا، سبزیجات خیلی سبز و سبزیجات با رنگ بنفش. الان خیار، کلم بنفش نمیبینید شما اینجا، ولی لوبیا داریم، کینوا داریم. اگر که نخود سبز باشه، لوبیا سبز باشه، کینوا باشه، سالادی داشته باشیم که هم پروتئین داشته باشه، هم سبزیجات رنگی فراوان هویج داشته باشه، ما به عنوان یک وعده غذاییمون فقط سالاد بخوریم، ترکیب پروتئین و سبزیجات که کاهش وزنم داشته باشیم، قطع یقین بدونید که تنبلی تخمدانتون حتما به سمت بهبودی خواهد رفت. بفرمایید.